چند وقت پیش واسه قرار کاری مجبور شدم یه سر تو این گرما برم تهران و طبیعتا شبشم خونه رفیقم مهمون بودم که یه چیزی اونجا خیلی نظرمو جلب کرد و خستگیمو یه جوری اصلا در آورد. سرعت بالای دانلود بازی‌ها و علل خصوص آپدیت‌های سنگین و پینگ بسیار پایین داخل بازی‌ها و از همه مهمتر پایداری اون پینگ داخل بازی و عدم نوسانش. ازش پرسیدم که آجی قضیه چیه؟ اونم آره بهم توضیح داد که رفتم فیبر مخابرات تهران گرفتم و نمیدونم فلان و بیسار و تشکیلات و منم یکم ذهنم قلقلک داد که آقا چرا من فیبر نگیرم برای خودم؟ منی که این همه تو اینترنت دارم کار میکنم، استریم میکنم، ویدیو آپلود میکنم و غیره، چرا من برای خودم فیبر نگیرم؟ رفتم برای خودم فیبر گرفتم و امروز اومدم داخل این ویدیو تمامی اطلاعاتی که در مورد مزایای اینترنت فیبر نوری برای بازی تهیه کردم و تجربه خودمو و رفیقمو با شما به اشتراک بذارم. اینترنت فعلی که ما ایرانی‌ها ازش استفاده می‌کنیم بر پایه DSL یا همون خط تلفنه که میشه گفت یک نوع کابل مسیه، اما اینترنت فیبر نوری رو اگه بخوام به زبان خیلی ساده توضیح بدم، یک نوع کابل شیشه‌ایه که داده‌های ما داخل اون تبدیل به نور میشه و با سرعت نور حرکت میکنه. از سرعت نور هم که قطعا سریعتر نداریم. جالب شد نه؟ حالا اینترنت فیبر نوری بر اساس همین ساختاری که داره یک سری مزایا داره. اولیش سرعت بالاه. شما داخل اینترنت مثلا DSL و ADSL و VDSL نهایتا میتونید سرعت مثلا 24 مگابیت رو تجربه بکنی، اما داخل اینترنت فیبر نوری شما تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه رو میتونید تجربه بکنی. یعنی عملا مثلا دیگه نگران دانلود بازی ها نیستی. یعنی عملا دیگه مثلا اگه کال آف دیوتی وارزون یا آپدیت بده مثلا 50 گیگ که هر هفته داره آپدیت میده ماشاءالله عملا این آپدیت 50 گیگی رو داخل 1 رو 20 دقیقه میتونی بگیری کامل دانلود بکنی با اینترنت فیبر نوری. در صورتی که همون اگه می‌خواستی با ADSL اینو دانلود بکنی چیزی حدود 13 ساعت زمان می‌برد برات. پس اولین مزایاش برای گیمرها دانلود و آپدیت راحت‌تر بازی‌ها. از اون ورم به دلیل این سرعت بالایی که داری شما تقریبا میشه گفت هیچ وقت داخل بازی‌ها اختلال تجربه نمی‌کنی. چرا؟ یعنی اینطور نیست که مثلا پدری، مادری، خواهری، برادری کسی بره داخل این اینستاگرام و از اون ور مثلا نت شما اینجا مختل بشه یا پینگت بره بالا. حتی اگه 10 نفرم همزمان برن داخل اینستاگرام من بعید میدونم نتت آخ بگه داخل بازی. مورد بعدی کاهش پینگ داخل بازی‌هایی که این برای گیمرها یه چیز فوق‌العاده‌ایه. من به شخص خودم با اینترنت فیبر نوری مخابرات داخل بازی‌های آنلاین چیزی حدود 30 الی 40 تا کاهش پینگ تجربه کردم. حالا داخل سرورهای مختلف و بازی‌هایی مثل فورتنایت، پابجی، کال آف دیوتی وارزون و غیره. البته من بهتون میگم که این نتایج تستی که از فیبر نوری گذاشتم براتون بدون هیچ گونه VPN و DNS خاصیه و یعنی عملاً حتی اگه شما DNS گیمینگ هم بزنی شاید پینگ کمتری هم تجربه بکنید. مزایای بعدی پایداری بالا. یعنی اینطور نیست که شما برید داخل بازی هر 5 دقیقه 10 دقیقه به دلیل پکت لاس و اینجور داستانا مثلا نتت قطع بشه داخل بازی تایم اوت بخوری بیای بیرون. خب و از اون ور خرابی خیلی کمتری هم داره. من به شخص خودم مثلا داخل اینترنت فیبر نوری که دارم از مخابرات داخل 4 5 ماهی که فیبر داشتم یک بارم قطعی تجربه نکردم. ولی در صورتی که اگه مثلا اینترنت ADSL قبلیمو داشتم که اگه اپراتورش هم نام نمیبرم هر 3 روز حداقل میشه گفت من 2 بار تماس میگرفتم که آقا پینگم رفته بالا، سرعتم کم شده، اختلال دارم، قطعی دارم و غیره. اما اینجا من اصلا طور فکر نکنم یک بارم با اپراتورهای مخابرات مثلا تماس گرفته باشم. مزایای بعدی آپلود و دانلود متقارنه. یعنی چی؟ یعنی شما داخل مثلا ADSL اگه سرعتت بوده باشه 8 مگابیت، آپلودت میشد 1/8 اون، یعنی مثلا 1 مگابیت بر ثانیه که میشد حالا 125 کیلوبایت بر ثانیه. خب اما داخل اینترنت فیبر نوری این قضیه نیست. سرعت آپلود و دانلود متقارنه. یعنی اگه سرعت دانلودت باشه 300 آپلودت هم میشه 300. دانلودت باشه مثلا 1000 اونم میشه 1000 و این خیلی خوبه اگه بخوای مثلا یه فیلمی رو بفرستی برای کسی، یه بازی بفرستی یا هر چیز دیگه‌ای. مزایای بعدی مقرون به صرفگیشه. یعنی مثلا من خودم روی اینترنت ADSL اپراتور قبلی که داشتم، حالا بازم میگم نام نمیبرم، سرعت 8 مگابیت میگرفتم، 180 گیگ در ماه، قیمت چیزی حدود 260,000 تومان ناقابل در ماه میشد. اما داخل اینترنت فیبر نوری من سرعت 300 دارم و 400 گیگ در ماه میگیرم، فقط 240,000 تومان. خب این فوق العاده است. عملا سرعت، قیمت و پایداریش و پینگش همه جوره از اینترنت TDLTE و نمیدونم ADSL و VDSL و اون پوینت تو پوینت اینو واقعا بهتره. اگه نمیتونی این اینترنتایی که گفتم تکنولوژی چیه و اینا، یک جدول مقایسه برات اینجا میذارم، همینجا استاپ بکن که تایم ویدیو طولانی نشه و زیاد توضیح نمیدم، ولی همینقدر بدونین که فیبر خیلی خیلی بهتره. فقط یه جای این جدول یه مشکلی داره، اونجا که گفته هزینه اینترنت فیبر نوری بالاه. البته دروغ هم نگفته، ولی نه برای فیبر نوری مخابرات. چرا؟ چون که زده آقا هزینه بالا. بخش عمده هزینه اینترنت فیبر نوری به خاطر همون کابل کشیه که یه هزینه اولیه است. اما فیبر نوری مخابرات برای شما کابل کشی رو تا درب منزل به صورت رایگان انجام میده. یعنی عملا شما فقط یک پول بسته میده که دیدی چقدر بسته‌اش ارزونه و یک پول مودم میدی و تموم شده رفت دیگه. عملا فقط همون شارژ ماهانت میمونه. فقط در ادامه ویدیو با من همراه باشین که روش‌های مختلف ثبت درخواست اینترنت فیبر نوری مخابرات بهتون آموزش بدم.
اولین روش اینه که آقا با شماره 2020 تماس بگیری و داخلی 1 رو انتخاب بکنی، یا اینکه با شماره 2021 تماس بگیری و داخلی 650 رو انتخاب بکنی، یا اینکه داخل مرورگرت وارد سایت TCI.ir میشی و میای پایین میزنی رو مخابرات من، اینجا شماره تلفن خودت رو وارد میکنی، وارد پنلت میشی. من خب سرویس فیبر دارم، اما شما که ندارین اینجا میزنین روی خدمات، میزنین روی خدمات اینترنت و اینجا میزنی ثبت نام سرویس تانوما که میشه همون فیبر نوری مخابرات. یک راه دیگه اینه که وارد سایت te.tci.ir میشه که سایت مخصوص مخابرات تهرانه و داخل این صفحه از بخش خدمات و محصولات دو تا مورد مهم اینجا داریم، یکیش فهرست بهای کالا، یکی هم نمایندگان فروش. از بخش فهرست بهای کالا میتونید قیمت و تعرفه در واقع محصولات مختلف رو اینجا مشاهده بکنین، مودم چقدر، کابل چقدر و غیره، که اینا رو ببینین نگاه اجمالی بندازین بدک نیست. از بخش نمایندگان فروش هم میتونین نمایندگانی که میتونین ازشون فیبر نوری مخابرات تهران رو تهیه بکنین و مشاهده بکنین، با هر کدوم از اینا تماس بگیرین کار شما رو راه میندازن، یا میتونین مستقیما به خود مراکز مخابرات مراجعه بکنین. همینجا میزنین روی مراکز تلفن تهران و اینجا اقسام نمایندگی رو براتون میاره. مثلا یک کدوم رندوم من اینجا انتخاب میکنم، پیش شماره رو میزنم دانلود، فایل پی دی اف. داخل این فایل پی دی اف مثلا شماره تلفن و نشانی که باید مراجعه بکنین و مثلا شعبه و اینا همه چی نوشته، با هر کدوم از اینا تماس بگیرین راهنماییتون میکنن. یا اگرم خیلی آدم درونگرایی هستی نمیخوای زنگ و تماس اینو بزنی و مراجعه بکنی، بازم نگران نباش، برای تو هم راه هست. جا داخل همون سایت te.tci.ir این بالا نوشته ثبت نام اینترنت، میزنی رو همین و اینجا نوع سرویس انتخاب می‌کنی، مثلا می‌زنی تانوما که میشه همون فیبر نوری، می‌زنی مرحله بعدی. اینجا استان، شهر، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تلفن اینا رو می‌گیری وارد می‌کنی و درخواست رو ثبت می‌کنی و بعد بده کد پیگیری میده. اون کد پیگیری و هر از شنگایی می‌تونی اینجا وارد بکنی، ببینی آقا تو چه مرحله‌ای هستی الان. حالا بعدک نیست تا اینجا که اومدیم تست سرعت اینترنت هم بگیریم با یه سرور رندوم داخل سایت اسپید تست. پینگو داره به من 14 میده. سرعت اینترنت من دارم این چیزی حدود 300 مگابیت بر ثانیه میگیرم، چون سرویس 300 در واقع تهیه کردم برای خودم و سرعت آپلودم همین حوالی باید باشه. البته اینم بهتون میگم که اکثر موقع من سرعت بیشتر از 300 هم میگیرم، یعنی تا سرعت 450 و 500 مگابیت هم تجربه کردم داخل آپلود و دانلود و این بستگی داره مثلا اون ساعتی که دارین تست میکنین چقدر دور و براتون ازدحام ترافیک و این داستانا باشه. آپلود هم داره چیزی حدود 250 مگابیت به من میده، ولی خب بیشتر از اینم قطعا میگیرم، ولی خب مثلا الان دیدین ذره داره بیشتر میشه، 280 اینا هم داره میرسه حتی به راحتی. این بود از نحوه ثبت نام اینترنت فیبر نوری مخابرات تهران که به صورت اجمالی اینجا توضیح دادم، اما داخل ویدیوی بعدی به صورت کامل نحوه ثبت نامش رو توضیح میدم و تعرفه و هزینه‌هاش هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم. روز خوش.